خداوند در قرآن در مورد داستانهای پیامبران فرموده است: بسم الله الرحمن الرحیم و کلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك و جاءك في هذه الحق و موعظة و ذکرى للمؤمنین. و هر یک از سرگذشت های پیامبران را برایت حکایت میکنیم، چیزی که دلت را به آن آرام و استوار میگردانیم، و در این اخبار حق و برای مؤمنان پند و تذکری آمده است. و در این ویدیو داستان یکی از پیامبران اولوالعزم را چنانچه که در قرآن ذکر شده است برایتان بیان خواهیم کرد تا آخر این ویدیو ما را همراه باشید. داستان موسی علیه السلام یکی از زیباترین و پرماجراترین داستانهای قرآن کریم است. داستانی که از میان ظلم آغاز می شود و با وعده الهی امید می بخشد. در سرزمین مصر فرعون با ظلم و تکبر حکومت می کرد. او مردم را به بردگی گرفته بود و از ترسی از بین رفتن حکومتش فرمان داده بود همه نوزادان پسر را به قتل برساند. خداوند می فرماید: این فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم و یستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. فرعون در زمین برتری جویی کرد و مردم آن را گروه ساخت. گروهی از آنان را ناتوان می شمرد، پسرانشان را به قتل می رساند و زنانشان را زنده نگه می داشت. بیگمان او از فسادکاران بود. اما خداوند خواست دیگری داشت، چنانچه که می فرماید در جای دیگر: و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. و ما اراده کرده بودیم بر مستضعفان زمین منت نهیم، آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم. در همین روزها موسی علیه السلام به دنیا آمد. خداوند به مادرش الهام کرد. الله متعال می فرماید: و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. به مادر موسی وحی کردیم او را شیر بده و هرگاه بر او ترسیدی او را بر رود نیل بیفکن. نترس و اندوهگین مباش، زیرا ما او را به تو باز میگردانیم و او را از پیامبران قرار میدهیم. مادر موسی علیه السلام با ایمان بزرگ پسرش را در صندوق گذاشت و آن را به آب نیل رها کرد. صندوق به کاخ فرعون رسید. همسر فرعون کودک را دید و محبت او در دلش افتاد. خداوند می فرماید: و قالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا وهم لا یشعرون. همسر فرعون گفت: این نوری چشم من و تو است، او را نکشید، شاید برای ما سودمند باشد یا او را به فرزندی بگیریم، در حالی که آنان از حقیقت آگاه نبودند. اما خداوند خواست موسی علیه السلام تنها از شیر مادر خود بنوشد، چنانچه می فرماید: فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولکن اکثرهم لا یعلمون. پس او را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و اندوهگین نباشد و بداند که وعده خدا حق است، هرچند بیشتر مردم نمیدانند. بدین گونه کودکی حضرت موسی علیه السلام در کاخ فرعون آغاز شد. همان کسی که روزی به فرمان خدا در برابر فرعون خواهد ایستاد و او را به سوی حق دعوت خواهد کرد.